سلام همه همکارای عزیزم، من علیپور هستم، کارکوچ شما. با قسمت سوم استخدام در آموزش و پرورش و قسمت پایانی در خدمتتون هستیم. آزمون رو با موفقیت گذروندیم و منتظر اعلام نتایج هستیم. یه روز صبح برامون پیامک میاد که شما برای گزینش و مصاحبه دعوت شدید. یه حس غرور بهمون دست میده، اما از اون طرف باز نگرانیم که چطور در گزینش و مصاحبه موفق بشم. پس در این ویدیو قراره با هم دیگه بررسی کنیم که چطور میتونیم یک مصاحبه عالی داشته باشیم و در گزینش قبول بشیم. گزینش و مصاحبه مرحله آخره، ولی حساس ترین مرحله هم هست، چون شما باید هم آمادگی ذهنی داشته باشین، هم آمادگی عملی که در کمترین زمان ممکن بهترین پاسخ‌ها و بهترین واکنش‌ها رو داشته باشید. من اینو زیاد شنیدم که خیلی از دوستان فکر می‌کنن در گزینش فقط سوء پیشینه‌شون چک میشه، در صورتی که تست روانی و اعتقادی بیشترین بررسی رو داره. برای یک مصاحبه عالی جواب‌های کلیشه‌ای و ساده به دردتون نمی‌خوره و مهمتر از همه این موارد، برای شروع کلاس شما باید آمادگی کامل داشته باشید. بریم با هم مراحل مصاحبه و گزینش رو بررسی کنیم و ببینیم چطور میتونید در این آزمون هم قبول بشید. آرامش کلید موفقیت در گزینشه. 3 مورد وجود داره که میتونه تو رو در گزینش موفق کنه. بیاین با هم دیگه بررسی کنیم. تست یا مصاحبه روانشناسی تنها چیزی که میتونه در این آزمون برای تو مشکل ساز بشه پرخاشگری و افسردگیه. اعتقادات، سوالاتی که از احکام و تاریخ معاصر ایران ازت پرسیده میشه، بهتره یک مروری روشون داشته باشی تا بتونی جوابهای درست و منطقی بدی. سوابق، استعلام سوابق سوء پیشینه و فعالیت‌های سیاسی بهتره که نداشته باشی. خب این که خیلی سخت شد اینجوری که من در گزینش رد میشم، اما میخوام 3 تا نکته کلیدی رو بهت بگم تا این گزینش رو به بهترین شکل ممکن انجام بدی. اول از همه کتاب احکام آسان رو بخون یا یه مروری روش داشته باش. خلاصه تاریخ معاصر این هم حتما مرور داشته باش. از همین الان روزی 5 دقیقه مدیتیشن انجام بده تا به یک آرامش نسبی برسی و در مصاحبه روانی نتونن تو رو به پرخاشگری برسونن. سعی کن پاسخهای کوتاه و صادقانه بدی. این بهت کمک میکنه تا در گزینش قبول بشی. حالا مصاحبه‌مون رو چطور انجام بدیم؟ برای مصاحبه 3 تا اصل وجود داره. اول از اینکه شما باید مهارت تدریس داشته باشید، یک شخصیت با اعتماد به نفس و صبور داشته باشید و مهمتر از همه انگیزه است. انگیزه شما برای انتخاب این شغل چیه؟ سعی کن از جوابهای کلیشه‌ای دوری کنی. خب حالا می‌خوایم کارمون رو شروع کنیم، اما روز اول تدریس چجوری خودم رو به بهترین شکل معرفی کنم؟ این نکات رو بهتر رعایت کنی. قبل دوره کتاب مدیریت کلاس رو بخون. از استادانت حتما سوال بپرس و یادداشت برداری کن. روز اول تدریس تو با یه بازی شروع کن و قوانینت هم بهتره همون ابتدا بگی. توی هفته اول با 5 تا از دانش آموزانت ارتباطی بهتر داشته باش. این ارتباطاتت رو قوی تر میکنه. گزینش و مصاحبه دروازه موفقیته و تو دیگه کلیدش رو توی دستت داری. اگر سوال ذهنت رو درگیر کرده یا تجربه‌ای داری که به هم نوعانمون کمک میکنه، حتما توی کامنت ها برامون بنویس. خیلی ممنون تا اینجا با من همراه بودی، اما من در کانالم قرار رازهای موفقیت در هر شغلی رو بهتون بگم. پس با من همراه باشین و کانال رو سابسکرایب کنید. یادتون باشه زندگی کارمندی میتونه تغییر کنه اگه بتونی به خودت اعتماد کنی.